گاهی یک روز می تواند حال و هوای یک شهر را به یاد ماندنی بسازد. گوتنبرگ و انجمن هوپ در 16 می برای سومین سال پیاپی میزبان جشن باشکوه روز فرهنگی هزارگی خواهد بود. در این جشن بزرگ از نوای دلنشین آواز حمید سخیزاده تا تنین شاعرانه واژه‌های فرید سلطانی، از اندیشه و بیان نصیبه دایتوار و میچید پیمان تا شور و شکوه رقص سما با اجرای فهیمه مرزایی، از نمایش چشم نواز لباسهای سنتی تا اجرای شاد گروه ترانه اطفال و لحظه‌های پر از شور، هیجان و لبخند در قرعه کشی ویژه برنامه. همچنین حضور قهرمانان ورزش چون سخی قنبری، روح الله یوسفی، شعیب کرار، صفی الله حسینی و دیگر ورزشکاران پر افتخار، همراه با جمعی از نخبگان علمی و چهره‌های موفق جامعه ما. جلوه ویژه به این جشن خواهد بخشید. زمان 16 می، مکان سور ارینا یوتوبوری. بلیط های ورودی خود را از طریق وبسایت انجمن و لینک مربوط تهیه کنید. روز فرهنگ هزارگی، جشن فرهنگ و همبستگی.